3 یورو واسه داداشتون مونده و من واقعا موندم با این 3 یورو تو این شهر گرون. واقعا شام میشه خرید؟ نه کارت بانکی من همراهمه، هیچی، فقط دوربین و 10 یورو پول نقد. We don't have cash, we only have card. Kun je deze annuleren? خب متاسفانه بچه اینجا نشد. این سالاد 7 یورو. مثلا خیلی جالب. الان بهش بگم آقا من 3 یورو بیشتر ندارم میشه لطفا خواهشن جون مادر. وای خدایا چه غلطی کردم. صبحتون بخیر رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی مخلصم. برعکس امروز اومدیم کجا؟ پایتخت کشور هلند، شهر آمستردام، یکی از شهرهای گرون در اروپا قطعاً. و امروز قراره که ما چیکار کنیم؟ یه چالش خیلی خفن داشته باشیم. قرار هستش که امروز ما کل روزو فقط با 10 یورو ببینیم میتونیم زندگی کنیم و دوام بیاریم یا نه. یعنی صبحانه، نهار و شام. ببینیم این چالش خفن واقعا میشه انجام داد توی یکی از گرون‌ترین شهرهای دنیا یا نه. و حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم که تا آخر این ویدیو حتما همراه من باشید، چون یه سری سورپرایزها هست. شاید وسط‌های ویدیو، شاید آخر ویدیو میخوام بهتون بگم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. دمتون گرم. ما راه بیفتیم بریم. ساعت هم بهتون بگم الان ساعت نزدیک 11 و 19 دقیقه صبح و بریم و ویدیومون رو شروع کنیم. Let's go. خب بچه‌ها خب راهمون رو از کجا شروع کنیم؟ دقیقاً از این نقطه، از اینجا که پر از مغازه و کافی شاپ و ایناست. نه کارت بانکی من همراهمه، هیچی، فقط دوربین و 10 یورو پول نقد و باتریام و اینا. تمام، هیچی دیگه همراهم نیست. شما رو بر قیمت رو نگاه کن. خدا، یه سالاد 7 یورو، 10 یورو، 50، 12 یورو، 20 یورو. یا خدا قیمت ها وحشتناک بالاست. بهتون گفتم دیگه. Hello my friend, how are you? You okay? Mate, I'm making a video challenge, yeah? To survive with 10 euro in Amsterdam. Do you think I can make it? No. Too expensive, isn't it? حتی فروشنده مغازه اینجا بهش گفتم با 10 یورو میشه واقعا یه روز زندگی کرد اینجا. گفت نه. وای خدایا چه غلطی کردم. اولین کاری که من میخوام بکنم چیه؟ صبحانه است قطعا، چون صبح و بریم صبحانه روزانه با چی شروع کنیم؟ با یه قهوه‌ای، با یه شیرینی، با یه چیزی بهتون نشون بدم. واقعا میبینمشون گشتم میشه. ببینید اینا KFC، ایجا مکدونالدز. ولی ما قرار بریم کجا؟ آلبرت هین. آلبرت هین فکر کنم ظاهرا یه سوپرمارکته تو کشور هلند که معمولا سوپرمارکت ها ارزون تر از جای دیگه. ما بریم سمت کجا؟ نوشیدنیاش مثل قهوه و اینا. 2 یورو 30. Yes, you can pay over there. Coffee. Oh, okay. Yes. Dan deze krijg je niet with the aangemeld. machine. Yes. All right, okay. Visa is okay. What kind of coffee do you want? Can I just have a cappuccino? Single or double shot? No, just a single. Single. This one you can touch here with your card. I don't have cash. We don't have cash. We only have card. Kun je deze annuleren? We cannot help you. Oh, okay. Number 2, number 3. Sorry. Oh, it's all right. No worries. خب متاسفانه بچه اینجا نشد. دیدین دیگه، گفت فقط میتونی با کارت پرداخت کنی که مثلا کارتم نیاوردم با خودم. فقط همین 10 یورو هست و بریم یه جا دیگه.
من میگم بریم مکدونالد هم یه تست بکنیم، بریم مکدونالد چی داره. خب بریم تو مکدونالد ببینیم داره چیزی یا نه. Hi, can I order here? Yes, sure. I've got cash, is that okay? Yeah. Can I have a cappuccino and Large or small? Just a small, €2. Yeah. And can I have like a chocolate cookie as well? Yeah, sure. With €1. Yeah. I don't, not the white one, but the brown one. The brown one, please, yes. 3. €3, yeah? Thank you. Yeah, I couldn't do that. Yeah. Thank you, darling. Thank you. Ready. Oh, is it ready? Okay, Yeah, perfect. You order already. Yeah. Oh, thank you. Some sugar. Oh, perfect. Thank you. با €3 تونستیم شروع کنیم صابونه بزنیم. تازه ما نهارم داریم، شام هم هست. خب برعکس این هم از صبحانه ما که شد چقدر €3. الان میخوام چیکار کنیم؟ به سر توریست دیگه که الان این آدمایی که اینجا هستن میخوام برن یه جایی رو ببینن، موزه است، یه جای باحالیه و میخوام خرج کنن. ما قراره که بریم یه جایی که نیازی نباشه که اصلا هیچ پولی رو هزینه بکنیم و به شما نشون بدیم و بریم با هم دیگه ببینیم. جایی که هست میخوام بهتون نشون بدم یه حالت یه بازار گله که کنار یه کانالیه تو آمستردام که میگن خیلی قشنگه، ورودی هم نداره، خدا رو شکر رایگانه، به درد آدمایی مثل من میخوره. بریم ببینیم که چجوری هست. ما بعد از چند دقیقه پیاده روی رسیدیم به اولین بازار شناور گل در دنیا در شهر آمستردام. اسمش این پایین براتون می‌نویسم که توی این خیابون، توی این مارکت که پشت سر منه، از اولش که وارد شدم اصلا بوی گل و گیاهای خاصی اصلا میزنه تو مشامتون، اصلا یه چیز باحالیه. بریم با هم دیگه اینجا قشنگو که مجانی هم هست و نیاز به هیچ پولی هم نیست که بخوام پرداخت بکنید. بریم اونجا رو با هم دیگه نزدیک با هم دیگه بریم ببینیم. اینجا هم بذر رو میفروشن، هم گل و اینا که بریم. حالا مثلا از اینجا داخلش هم بهتون نشون بدم که چقدر قشنگه. Hello. Hello. How are you? Excellent. Excellent. That's good. That's good to hear, man. چقدر جالبه. گل مصنوعی ها میفروشن و گلای تزیینی قشنگ و ¿Qué te llamo? No tengo bolsa. Le iba a pedir una a la niña. هر چی که بچه ها راجع به گل و گیاه و اینا هست اینجا شما میتونید پیدا بکنید. از بذر گرفته، نمیدونم، از گل مصنوعی و گل طبیعی و چه خوشکنه اینا، گل لاله، پیازاشه. خیلی خوشگلم اینجا رو. وای 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 چقدر زیاده. This time of year, not so many customers. More bulbs, seeds, souvenirs. Oh, just for souvenirs. Well, bulbs and seeds. But Oh, yeah. spring, it's more flowers too. And you know, when I, for example, if I plant this, how long does it take to grow? Yeah, you plant them in the fall and they'll be flowering in spring. In the spring. Oh. Thank you.
قشنگه. داشتم الان با این آقای صحبت میکردم فروشنده اینجا، میگفتش که الان چون فصل پاییزه، الان من این ویدیو رو که دارم میگیرم بعد چون تو اکتبر مهر ماه ایرانه و چون دیگه الان هوا پاییزی و ایناست، میگه زیاد اینجا گل و اینا نیست، ولی خب اینا رو مثلا میتونی بخرید یا مثلا بذر گل اینا رو مثلا میفروشن و اینا، ولی مثلا تابستون بیاد اینجا احتمالاً گلای زیادی رو میبینید. خب برای وقت امیدوارم که قسمت قبلی رو دوست داشته باشین. تو قسمت قبلی بازار گل خیلی قشنگ بود، جالب بود و اینکه از همه مهمتر این که مجانی هم بود که تونستیم بریم و هیچ پولی هم هزینه نکردیم و حالشو بردیم. امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. خب الان بچه‌ها من داشتم نگاه میکردم که کجا برم واسه نهار. مکدونالد میشه رفت، ولی مکدونالد که من رفتم میگه برای صبحانه. گفتم یه جای جدید بریم. یه جایی رو پیدا کردم خیلی جای جالب و عجیب غریبی، به نام فبو. زده غذاهاش ارزونه، مثلا در حد 4-5 یورو ایناست. دیگه باید یعنی کمتر از این دیگه اصلا نیست، مگه اینکه بریم مکدونالدز که مکدونالدز میگم ما رفتیم و بریم اونجا نهارم با هم دیگه بخوریم، بریم چقدر میشه و بریم ببینیم چجوریه دیگه. خب رفقا رسیدم کجا؟ رستوران فبو پشت سر من که بریم اینجا نهار بخورم من. و جالبش اینه که بچه اینجا رستورانیه که اینجوری از اینجا مثلا میتونی سفارش بدی، پرداخت بکنی یا بگیری. اوکی جالب. اینا مثلا 4 یورو. گریل برگر 4 یورو. خوبه. Hello sir, can I pay by cash? Only with card here. Only card? Only card. No cash. No cash. Oh, no cash. Card only. Thank you. You're welcome. خب آقا اینم متاسفانه دیده دیگه، فقط کش قبول، فقط کارت قبول میکنن و جالبه. Hi. Hello. Good. Yes sir. How are you? You okay? Good, thank you. What is the cheapest burger that you do? Huh? What is the cheapest burger that you have? Cheeseburger. Cheapest. What is cheap? Money, cheap Money is money. not too expensive. Cheeseburger is 6 euro. Hamburger is 5.50. Okay. Yeah. Thank you. Okay, بریم ببینیم بچه اینجا چی؟ اینجا این یه اسلایس پیتزا بریم چند دست. Hello. What is this one? Sorry. Margarita. Is that the cheapest one? Is that the cheapest Isla pizza? Yeah. Okay. ویجی هم داره 3.99 ویجی میگیری. Can I have one a vegetarian slice please? Thank you. One slice? One. Please, thank you. There you go. No, just a slice of pizza please, thank you. Can I pay by card? Sorry, can I pay by cash? Yeah. Okay, thank you. There you go. I'm making a video challenge for YouTube to only spend 10 euros for a day. Yeah. So I already spent, I think, 7 euros. I've got 3 more for dinner tonight. Oh, okay, that's great. Thank you so much. Welcome. Cheers. Do you think I can make it? Yeah? Do you think I can do it? Yeah, you can. Yes, that's what I like. Positive energy. اینا از غذای ما یه اسلایس پیتزای سبزیجات قیمتش هم شد چقدر؟ 3.99.
عالیه. چالش های اینجوری انجام دادن یکی از خوبیاش میدونین چرا قدر پول و قدر زندگیشو بیشتر میدونه خدا و خیلی خوبه و هدف این ویدیو اینه که آیا واقعا میشه یه همچین چالش هایی رو حتی تو گرونترین شهرهای دنیا انجام داد یا نه که فعلا قابل قبوله فعلا و شدنیه. عجب پیتزای خوشمزه و تازه و اصلا باورم نمیشه واقعا با 3.99 پیتزاش هم بچه زیاد بود و با اینکه حالا یه اسلایس بود ولی قشنگ مثلا حالت معمولی 2-3 اسلایس بود. 3 یورو واسه داداشتون مونده و من واقعا موندم با این 3 یورو تو این شهر گرون واقعا شام میشه خرید و حالا بعد ببینیم دیگه ولی پیداش میکنیم. به هر حال اگه منم که میتونم صبحونه رو که زدیم ناهارم خوردیم گشتمون هم زدیم تا الان با 7 یورو برای شام هم قطعا میتونیم. چرا؟ چون که We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions of the world Yes خب یه دسته بچه ها صبر کنیم من خبر خیلی جالب براتون دارم. ما دیگه کم مونده برسیم به 1000 تا سابسکرایبرز. الان 752 تاییم و کم مونده دیگه. خب ما زمانی که برسیم به 1000 تا من میخوام یه قرعه کشی انجام بدم بین بچه‌هایی که ساب کردن تا الان و 3 تا برنده رو میخوام اعلام بکنیم. جایزه اولی که من در نظر گرفتم اینه که شما انتخاب میکنی که من کجا برم، کدوم کشور، کدوم شهر و چه ویدیویی بسازم. 0 تا 100ش با شماست. جایزه دوم یه تیشرت و یک هودی از طرف من هدیه میگیرید و جایزه سوم اگر تو اروپا، آمریکا، کانادا و هر جایی هستید که قابلیت سفر کردن به اروپا و جایی که من میرم و دارید میتونید با من بیاید با هم یه ولاگ با هم بسازیم یا اگر ایران هستید کاری که میتونی بکنی اینه که برای من فیلم بگیری بفرستی من سناریو رو بهت میدم تو فیلماشو برای من بفرستی و تو ولاگ با من باشی. پس حتما یادتون نره که این کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی بکنید تا به زمانی که رسیدیم به 1000 تا ساب این کار رو با هم دیگه عملی کنیم. دمتون گرم، عشق منی. خب رفقا ساعت 8 شب و دیگه گشنگی داره میزنه بالا. این پیتزا واقعا دیگه تا اینجا جواب داد و اینکه برام ببینم آیا واقعا جایی هست که من بتونم با 3 یورو بتونم چیزی پیدا بکنم تو مرکز شهر آمستردام یا نه. یه مقدار بدبینم راستشو بخواین نمیدونم واقعا پیدا میشه یا نه ولی دیگه من سعیمو میکنم دیگه. بچه این رستوران رو میبینی اینجا ببین کم هزینه‌اش چقدره؟ حداقلش 30 یوروه حداقلش. مثلا خیلی جالبه الان بهش بگم آقا من 3 یورو بیشتر ندارم میشه لطفا خواهشاً جون مادر. خب برعکس من یه جایی رو پیدا کردم امیدوارم که قیمتش مناسب باشه و با 3 یورو بتونیم شام بگیریم. هات داگز نوشته حالا ببینیم چیا داره دیگه. Hello. Hello. What is the cheapest that you do? 450. Oh god, man, I'm doing a video challenge for YouTube and for 10 euros for a whole day. I've done breakfast, I've done lunch and now I'm waiting for dinner and I only got 3 euros. Can I just have a hot dog, man, please? For 3 euros because I only got left is 3 euros. Okay, but
Yes. Okay, for one time because you One time? you asking very nice. Oh, okay, no, it's fine. Thank you so much. There you go, Yes. pal. Thank you, my friend. Have a good Thank night. you. Yeah, you too, man. But then no toppings, okay? No toppings? Yeah, no toppings, Oh, okay? come on, man. Cheers, mate. Thank you very much. Thank you. Bro, thank you so much for your help, man. Yeah, Honestly, it's okay. much appreciated, have you bro. ever seen like aliens like a disc jockey? Upside down. You didn't do that? Cheers, bro. See you later, brother. Look after yourself. Have a good time in Amsterdam, man. بچه ها باورم نمیشه تمومش کردیم این چالنج رو. بالاخره تمومش کردیم. باورم نمیشه انصافا با 10 یورو تو یکی از گرونترین شهرهای دنیا و در اروپا حداقل تونستیم با 10 یورو هزینه کنیم و صبحانه، نهار و شام و این آخریه دمش کرد. بهش گفتم من 3 یورو بیشتر ندارم و 4 و 5 این هاتداگی که بچه اینجا هست این 4 یورو 50 سنته و ما گرفتیمش با 3 یورو و این نشون دهنده اینه که آقا don't give up، الکی ول نکن و به اون چیزی که اعتقاد داری پیشو بگیر و برو جلو. اینم از این. من ویدیو رو بچه‌ها با این تمام میکنم. دمتون گرم. مرسی که تا یه موقع شب همراه من بودین. دمتون گرم بچه‌هایی که تا اینجا همراه من بودن. دمتون گرم. مرسی. ویدیو رو اگه دوست داشتین حتما لایک کنید، تو کامنت ها برام بنویسید، حتما برام بنویسید که این چالش رو دوست داشتین یا نه و اینکه این ویدیو اگه بالای 100 تا لایک بگیره من تو شهر بعدی که حالا هر جایی که برم چالش 5 یورو رو میخوام انجام بدم. الان با 10 یورو بود، با 5 یورو ببینید واقعی شدنی هست یا نه. دمتون گرم. مرسی. کانالم بچه‌ها سابسکرایب کنید زودتر برسیم به 1000 تا که بریم حالش رو ببریم. دمتون گرم. مرسی. یه گاز از این بریم. تمام. خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی. See you later. Bye.